سلام به همگی به چنل دویچلند خوش اومدید. متین هستم. قرار تو این ویدیو اولین قسمت از کتاب اشتارتن ویا سطح A1 یا همون آیه که خودمون استارت بزنیم پایه زبان آلمانیه و تا سطح پیشرفته قرار ادامه دار بشه یا کتاب بتسوای یا همون B2 زیشا. خب کلا تو این چنل قراره درباره تجربه شخصی خودم توی راستای زبان یاد گرفتن، مدارک دادن به سفارت یا جمع‌آوری مدارک در کل و اپلای کردن برای دانشگاه و هر چیزی که به مهاجرت به کشور آلمان داره بپردازم. میتونم بگم قرار کامل ترین چنل یوتیوب فارسی زبون برای مهاجرت به آلمان رو داشته باشیم. برو که بریم. خب اینجا چند نفرن دارن با هم دیگه صحبت میکنن و اسما رو با هم دیگه شیر میکنن. این خانومه داره میگه My name is جای خالی. این آقا پسر میخوره هندی باشه میگه ایش هایسه جای خالی. ایش هایسه جای خالی. خب My name is با ایش هایسه کاملا جفتشون میشه اسم من هست، ولی ایش هایسه از ورب هایسن میاد، در واقع به معنی نامیده شدن. من این نامیده میشم. حالا الان مثلا یه نفر دیگه بگه نامگذاری شده، حالا کلا یعنی میخواد یک نفر بگه اسم من هستش، این از ایش هایسه و از مای نامه ایست استفاده میکنه. خب بریم اول aufgabe به معنای وظیفه است، اولین وظیفه. خب این یه فایل صوتیه، میگه alle im Kurs wer spricht hören und unterstreichen Sie. خب میگه آقا بچه همه تو کلاس کی داره صحبت میکنه گوش کنید و زیرش خط بکشید یا در واقع جای خالی ها رو پر کنید. شما الان باید این اسما رو تو این جای خالی ها بذارید. من فایل صوتی رو پلی میکنم و با همدیگه حلش میکنیم. Starten wir. A1. Kursbuch. Huber Verlag, München. Lektion 1. Starten wir. Aufgabe 1 und 2. Ich heiße Amanda. Wie heißt du? Ich heiße Mario. Ich heiße خب ich heiße Amanda. آماندا میاد اینجا و میگه wie heißt du، اسم تو چیه. وقتی میخواید اسم یه نفر رو ببینید که فرمل در واقع نباشه، این فرمل باشه، دوستانه باشه، ما توی فارسی نمیگیم اسم تو چیه یا میگیم اسم شما چیه. خب این دوستانه است، wie heißt du. حالا اگه بخواید رسمی بپرسید اسم شما چیه میشه وی هایسنزی. اینا رو حالا براتون یادداشت میکنم، این افکابه تموم شد اینا براتون مینویسم. خب میگه وی هایست دو. الان در واقع باید فکر کنم این جای خالی پر بشه. میذاریم عقب. Mario. Ich heiße Ich heiße Mario. حالا بعدی David. Ich heiße David. Mein Name ist Nina. ایشون هم میشه نینا. خب یه توضیح اینجا بدم بهتون. خب توی این فایل صوتی که میذاریم برای حل کردن aufgabe ها یا دوباره تکرار میکنم، aufgabe که میگم همین تمرینه، اوبونگ هم میگن، aufgabe هم میگن.
این حرفایی که میزنم به گوشتون خیلی ترسناک نباشه. درسته میگن زبان آلمانی سخت و اینا، ولی از پایه درست جلو بری به نظر من انگلیسی صحبت کردن، انگلیسی یاد گرفتن راحت تره، ولی باید پایه زبان خیلی قوی باشه. تو هر زبانی پایه مهمتر از پیشرفت است. خب hören Sie noch einmal und ergänzen Sie die Namen. خب اینو میگه دوباره گوش کنید، خودتون گوش کنید دیگه، من نمیذارم که تایم ویدیو زیاد نشه. خب میگه schreiben Sie Ihre Vorname. معنی چی؟ میگه اسمتون رو بنویسید. فورنامه، یه فورنامه داریم یه نخنامه داریم. فورنامه میشه اسم کوچک، نخنامه میشه اسم فامیلی. خب اسمتون رو بنویسید. حالا قبل اینکه بریم سراغ aufgabe بعدی، میریم یه توضیح کلی تا اینجا بهتون بدم که بعد بریم بعدی. خب توی آلمانی ایش میشه من، دو میشه تو، ایش، دو میشه تو، زی، اس. خب توی زبان انگلیسی داریم هی، شی، ایت. اس به چیزهایی میگن که خنثی. زی همون جنس مؤنث تو حالت سوم شخص. مثلا من دارم با یه شخصی در مورد یه دختری صحبت میکنم، از زی استفاده میکنم. همون هیه وقتی من دارم با یک نفر در مورد شخص سوم پسری صحبت میکنم. دو هم که گفتم میشه تو، ویا میشه ما. چیزهای دیگری هم هست، ترجیح دادم توی قسمت‌های بعدی به اونا بپردازم، چون همین اول یه بار اطلاعات زیادی به شما وارد بشه، حس خیلی بدی، حس ترس به آدم درس میده. کم کم اینا رو آدم بفهمه بهتره. برای همین ترجیح دادم این 4 تا رو اول، در واقع 3 تا اینجا داریم، 2 تا اینجا میشه 5 تا، این 6 تا رو بهتون بگم. توی زبان آلمانی فعل ها صرف میشه به شکل های یعنی regelmäßig unregelmäßig. یه الگویی هستش که ورب ها نسبت به اون صرف میشه. ایش وقتی میخوای بگی همون ورب هایسن رو مثال میزنم. خب هایسن صرف هایسن وقتی تو حالتهای در واقع یه فرمولی داره دیگه، میخواید ورهای یه سری وربا هستن نسبت به چارچوبی صرف میشن، یه سری از وربا هم هستن چارچوبی ندارن، باید حفظشون کنید. ولی چارچوبش که هستش و ورب هایی که نسبت به چارچوب صرف میشن، یه توی حالت ایش که همون من بود، این دوتا آخری ها، خب اینا بذارید من هایلایت رو بردارم، این دوتا حذف میشه و این اضافه میشه. درسته؟ خب قلم رو برداریم، در واقع هایلایت رو پس میشه چی؟ اینو ما کپی میکنیم میندازیم اینجا، یه ا بهش اضافه میکنیم، ایش هایس. وقتی حالا یه نفر از شما میپرسه اسمتون چیه، میخوای بگی اسم من اینه، میگی ایش هایس متین، ایش هایس، اسم خودتون رو جایگزین میکنید. خب تو حالت دو
وقتی اون ورب هایی که نسبت به چارچوبی جلو میرن بخواد صرف بشه اس تی میگیره. پس مثل همون قبلی این دوتا پاک میشه، یه حالت مصدر میره، بعد این میاد. خب الان ما استی اینجا نمیذاریم. چرا استی اینجا نمیذاریم؟ قبلش دوتا اس داشتیم دیگه، درسته؟ وقتی دوتا اس داشته باشیم یا اس کلن تو حالت صرف، اون اس نمیاد، بدون اون اس صرف میشه. پس همینو ما کپی میکنیم، اینجا میندازیم، اس رو نمی نویسیم دیگه، پس میشه دو هایست. دو هایست. خب حالا ارزیس بخواد صرف بشه چی میگیره؟ بازم تاکید میکنم اینها در حالتی هستند که اون وربی که ما قراره صرفش کنیم توی اون چارچوب باشه. پس ت میگیره ار زی است. بخوایم جمله رو برای یک فرد مذکر، مؤنث یا خنثی صرفش کنیم ت میگیره. در واقع میشه دوباره مثل همون قبلیه میشه هایست، زی هایست، است هایست و غیره. من اینجا یه دوتا فاصله بندازم. این ورب، اینم در واقع اون دابل اسا هستن یا توی آلمانی میگن داپل. خب ویا ما چجوری صرف میشه؟ همین حالت به مستر میشه صرف ویا، یعنی در واقع ای ان میگیره. اینو شما حذف میکنید، ای ان بهش میدید. این حالتی بودش که نسبت به چارچوب صرف میشه. حالا بچه یه وربی بود mein Name ist. ist یادتونه؟ ist صرف شده ورب sein. بذارید اسم کوچیک بنویسم sein. این میشه به معنی هستن. اینم میشه نامیده شدن، نامگذاری کردن. حالا من راحت‌تر می‌نویسم نامیده شدن، ولی چون وربای آلمانی کلا زبون رو نباید به زبون دیگه یاد گرفت، هر زبونی. چون اینجوری شد و اینو نمی‌نویسم چون هایسن معنی نداره، همین نامگذاری شدن. وقتی میخوای اسمت چیه میگی ایش هایس، من اسم من اینه، من نامیده میشم در واقع. خب پس ایست صرف همون زاینه به معنی هستن. حالا من اینا رو کپی میکنم، اینم بریم صرفش رو ببین. وقتی بخوایم ورب زاین رو صرف کنیم تو حالت ایش میشه بین، یعنی ایش بین، من هستم. دو بیست زی است ایست. خب بذار ویا هم بنویسم. ویا همون حالت، یادت گفتم مستر نوشته میشه ولی خب تو حالت ویا نوشته میشه زیند. ویا زیند.
الان ما 2 تا ورب یاد گرفتیم، heißen و sein. Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind. خب اینا بازم میگم مثلا زی، اون زی داریم، ایا داریم، اونا رو نگفتم که زیاد یه دفعه‌ای حجم اطلاعاتی به سمتشون نرید که اذیتتون کنم. اونو تو قسمت بعد بهتون توضیح میدم. شما همین 2 تا ورب رو برای قسمت اول یاد بگیرید کافیه. خب یه مطلب دیگه رو اینجا باید باز کنم. توی زبان آلمانی 3 تا جنسیت داریم که برمیگرده به این 3 تا. جنسیت مذکر، زی میشه مؤنث، اس میشه خنثی. اس میشه خنثی. خب تبلیغ رو بزنیم بره یه ذره جلوتر این جنسیت ها که گفتم، ولی باید شما یادش بگیرید. این صفحه هم امروز یاد میگیریم دیگه، تمومش میکنم. Was hören Sie? Hallo oder guten Tag oder guten Tag unterstreichen Sie. میگه چی میشنوید؟ زیرش خط بکشید. Starten wir. Aufgabe 4. Die این Aufgabe 4. اینو بودش، اینو یادم رفت. Starten wir. Aufgabe 4. Wie heißt du? Ich heiße Nina. Mein Name ist Nina. خب alle im Kurs hören und wiederholen Sie. بشنوید و تکرار کنید. و اینجا هم یه بازیه. حالا ما بازی رو کار نداریم. Wie heißt du? اسم تو چیه؟ Ich heiße Nina. Mein Name ist Nina. این 2 تا کاملا یکی. میریم صفحه بعد. Was hören Sie? Hallo oder guten Tag unterstreichen Sie. خب شما باید زیرش خط بکشید. اولی رو میگه مثلا این گزینه یا این گزینه، دومی رو میگه این گزینه یا این گزینه، سومی رو میگه این یا این، چهارمی رو میگه این یا این. خب بریم پلی کنیم. A. Aufgabe 1. 1. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. 2. Hallo, ich heiße Martha. این میشه 3. Hallo, ich heiße Emma. 4. Guten Tag, ich heiße Paul Schmidt. خب گزینه ها رو گفتم. گوتن تاگ به معنی روز بخیره. هالو دیگه میشه سلام کردن. چیز جدیدی اینجا نیومد. میریم افکابه بعدی. Zu 2 hören und wiederholen Sie, dann spielen und verrieren Sie. این توی زبان آلمانی خونده میشه، همون ف، ولی اینجا وقیقنزیه. خب من پلی نمی کنم، اینو خودم براتون میخونم که تایم ویدیو زیادتر نشه. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. Hallo, ich heiße Martha. میگه روز بخیر، اسم من هست فابیو آرنولد. و اونم میگه سلام، اسم من هست مارتا. میریم بعدی. Zu 2
lesen Sie und ordnen Sie zu. Dann hören und wiederholen Sie. در واقع شما باید این وقتی پلی میشه بگید آ ب یا سه، این پلی میشه بگید آ ب یا سه. این هم مثل اون دوتای بالاییه. A. Aufgabe 3. Guten Tag. Wie heißen Sie? Guten Tag. Mein Name ist Decker. Martha Decker. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Fabio. Hi. Wie heißt du? Hi. Ich heiße Martha. خب Guten Tag, wie heißen Sie؟ چون حالا برای تشخیص دادن اینا زیاد فرقی نیست، حالا زبان آموز در واقع واقعا نمیفهم خودم به شخصه، چون همشون خانوم و آقان تشخیص دادنش سخته. من اولی اینو که شنیدم حس میکنم برای سه Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Fabio. برای آ چرا گفتم wie heißen Sie فرمله، درسته؟ خب در واقع رسمیه. ایشون هم کت و شلوار تنشه، برای همین من اینو دادم به سه. خب اون که سوال پرسیده در دومیه خانومه، بعد اونی که جواب داده آقا، حس میکنم اینم بی میشه یا آ، حالا فرقی نمیکن. بعدی هم اون که سوال پرسیده آقاه و اون که جواب داده خانومه، میشه آ. پس شد سه به آ و این دوتا هم میشه جا بشه، ولی خب منطقی ترینش اینه. خب lesen Sie und hören Sie drei noch einmal und ergänzen Sie. خب الان داره صرف فعل ایشو توضیح میده که ما زیو نگفتیم. زی میشه فرمل و در واقع اینجا هم نوشته رسمیه. وقتی بخوای با یه نفر رسمی صحبت کن، اینجا این میشه اینجا نوشت، نه نمیشه. نمیشه اینجا نوشت. خب ich heiße میگیره اینجا، همون جوری که اینجا بهتون گفتم اینجا میگیره و یه دونه رو ما ننوشیم. زی فرمل، خب زبان کیبورد فارسیه. زی فرمل همون مثل چیز ان میگیره، اینم ان. اینو گفتم به خاطر اینکه تو افکابه اومده بود. خب پس میشه های سن. اینم مثل ویه، تو حالتی که تو اون چارچوبی صرف باشه با این کلمات صرف بشه با حذف ان آخر، همین هایسن میشه. پس میشه ایش هایس دو هایست، یه ت اینجا میذارید. زی هایسن. حالا mein Name ist، این در واقع میره تو همون زی اون اس و ایست صرف میشه. mein Name ist Fabio. خب میخوای اس بپرسی، من اونجا گفتم، اینجا هم چند بار اومده اینا wie heißen این دوتا وی میذاریم، آی با
ای در واقع. Ich heiße Martha, mein Name ist Decker. خب بچه تا همینجا کافیه برای این جلسه. ممنونم که وقتتون گذاشتید، ویدیو رو دیدید. ممنون میشم یه لایک و کامنت برام بذارید، معرفت داشته باشید دیگه. و اگه هم دوست داشتید این محتوایی که اول ویدیو گفتم لازمتون میشه، سابسکرایب هم بکنید دیگه. اینو میذاریم برای جلسه بعد چون تایم ویدیو رفت بالا و سعی کردم همه چیزو بهتون بگم دیگه. آرزو میکنم ساعت خوبی رو گذرونده باشید یا در ادامه روزتون داشته باشید.